مایا و کارینا دو دوست قدیمی که تصمیم میگیرن به تعطیلات تابستانی برن و اونجا اتفاق عجیبی براشون میفته. مایا که اتفاقی میفهمه کارینا به رابطه علاقه داشته. مایا که سالها منتظر چنین صحنه‌های عاشقانه بوده، خودشو به مریضی میزنه تا بتونه کارینا رو پیش خودش بیاره. این علاقه بینشون شدت میگیره و هر روز وارد رابطه‌های پنهانی میشن و ادامه ماجرا رو خودتون ببینید.